دیگر عزیزان مسئله اعتکاف در این ماه است. سبحان الله، حدیث در بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم دهه آخر رمضان در مسجد اعتکاف می نشستند و همسران پیامبر پس از مرگ پیامبر در مسجد اعتکاف می نشستند. و اعتکاف این است که شما 10 روز از مسجد بیرون نمی شوید. برای زنها هم سنت است، برای مردها سنتش بالاتر است و در همان 10 روز کلا از دنیا قطع رابطه می کنید. یعنی پیامبر 10 روز آخر رمضان فقط در مسجد بودن، بیرون نمی برآمدن، برای اینکه در وقت اعتکاف بودن اصلا بیرون از مسجد فقط در وقت ضرورت برآمدن جایز است، در غیر وی اعتکافت باطل می شود. در اونجا می خوردن، خواب می کردن، همخوابگی که کلا در یا نزدیکی به همسر حرام است، قرآن می خواندن، ذکر می کردن، دعا می کردن. یعنی همین دهه را کلا به الله یگانه با عبادتش می گذرانیدن. و ببینید که اینجا وقتی که دهه آخر است، اعتکاف رو یک طرف بمانیم که الکی این سنت گم شده است و خیلی کم هستند آنهایی که اعتکاف می نشینند. تماما خلوت در حیاتشان نبوده و زیاد است. در یادشان نیست که در دهه آخر کی آنها تنها به تنها 1 ساعتی وقت خود را حتی به الله بخشیدند و گفتند من 1 ساعتم را فقط با عبادت می گذرانم. یعنی 10 روز آخر را نمی توانید حداقل 1 روز یا 1 ساعتی خود را در نصفه های شب باید به پروردگار خلوت گذرانیم که لذت عبادت در مسجد و در تنهایی و در خلوتی که بنده از آن می چشد در دیگر حالت ها اصلا این لذت را پیدا کرده نمی تواند. و این سنتی گم شده که متاسفانه زنها که یک طرف استاد در اکثریت مردها نیست، از سنت های هست که عبادت اساسی و لذت اساسی رمضان در آن است و پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف را اصلا ترک نمی کردند و حتی 20 روز هم آخران سال اعتکاف نشسته بودند. و عزیزان ببینید که مایان در همین دهه آخر خلوت زیادی من باقی هست. باقی اساسا خلوت میکنیم با پروردگار، یا اینکه با تلفنمون و با یوتیوب و با صحبت کردن با خویش و تبار و با 1001 نفر دیگر. خویش و تبار ما این کانال ها و گروه ها و سایت ها و رکلامه های کرته و دیگر چیزها همیشه هستند، اما رمضان دیگر 1 سال نمی آید. با همین رفتش 1 سال ما دیگر این ساعت و این دقیقه ها رو پیدا کرده نمی توانیم. برای همین حرکت کنید. آنهایی که اعتکاف رفتن نمی توانید، مسجد رفتن نمی توانید، در خانه خود ساعت‌های زیاد رو با عبادت گذرانیم. شب‌ها رو در خانه خود با عبادت گذرانیم. اگرچه از شرط‌های اعتکاف این است که باید در مسجد باشد، اما علاج مسجد نداری، در خانه زیادتر با پروردگار رابطه کن، با عبادت گذران، با خویش و تبار و با همسایه و چه خیلی گفتم با مهمانی و با 1001 کار دیگری که هست. در غیر رمضان این فرصت می شود، اما این لحظه ها دیگر پیدا نمی شود که سبحان الله پیامبر با آن پیامبری یگان بار اعتکاف را ترک نکردند و کلی 10 روز ترک دنیا میکردند، با اینکه امور یک دولت اسلامی یا گفتیم سرداری یک امت در دست پیامبر بود.